سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با زندگی نامه یکی از معروفترین شخصیت‌های ایران اومدیم، یعنی کوروش کبیر. آستیاگ پدر بزرگ کوروش شبی یک خواب دید که از بدن دخترش ماندانا گیاهی روشه میکنه که کل آسیا رو میگیره. پس این خواب رو با مشاوراش در میان میگذاره و اونها هم تعبیر خواب رو اینطوری بیان میکنن: دختر شما یک فرزندی به دنیا میاره که کل آسیا رو فتح میکنه. پس از آن آستیاگ دخترش ماندانا را به ازدواج کمبوجیه در میآورد و حاصل آن پسری میشه که الان همه دارن راجبش حرف میزنن، کوروش. آستیاگ بعد از به دنیا اومدن کوروش بازی خواب دید که یک آبی از بدن دخترش میزنه بیرون که کل ایران و آسیا رو میگیره و دستور میده کوروش رو بکشن. و مأموری که باید کوروش رو میکشت دلش نیامد و اون رو به یک کشاورز داد.